سلام، طاهری سفر هستم با اخباری تازه امروز 12 مارس در خدمت شما. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیا پالاتای بالای پارلمان روسیه روز 12 مارس با سفر دو روزه وارد پایتخت تاجیکستان شد و با محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی مسائل همکاری‌های دو جانبه را بررسی کرد. قرار است او با امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور هم ملاقات کند. والنتینا ماتوینکو در آستانه این سفر گفت تبادل مال بین روسیه و تاجیکستان از 1 میلیارد دلار هم گذشته است و دو کشور سعی می‌کنند تا همکاری‌ها در آینده گسترش یابند. بدرفتاری ماموران پلیس و کاردهنده ها با مهاجران کاری تاجیک در روسیه یکی از مشکلات اصلی در همکاری‌های دو کشور باقی می‌ماند. تاجیکستان از نظر تعداد وکیلان زن در پارلمان امسال در میان 140 کشور در مقام 89 و بالاتر از روسیه و گرجستان و اوکراین قرار گرفته است. در گزارشی که روز 12 مارس سازمان ملل درباره حضور زنان در پارلمان ها نشر کرد آمده است سال گذشته تعداد وکیلان زن در پارلمان های جهان زیادتر شد. سازمان ملل میگوید سهم زنان در پارلمان های کشورهای جهان سال 2013 1.5% افزوده به سطح رکوردی 21.8% رسیده است. در مجلس نمایندگان تاجیکستان 10 وکیل از حساب بانوان بودند ولی 2 نفرشان به مقام های حکومتی تعیین شدند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی طی یک ماه اخیر ده‌ها والدین را برای بی‌مسئولیتی در تربیت فرزند جریمه بسته و یا تنبیه داده است. در 21 حکم دادگاه که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که بعضی از این والدان یا به بچه‌هایشان اجازه دادند که در کوچه تجارت کنند، به مکتب تلفنی همراه ببرند یا به مسجد برای نماز خواندن بروند. هر کدام از این والدان را 40 سامانی جریمه بستند و یا آگهی دادند. بر اساس قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند، کودکان و نورسان 18 ساله حق ندارند به مکتب تلفنی موبیل ببرند یا برای عبادت به مسجد بروند. متخصصان تاجیک میگویند بطری‌های آفتابی را که حالا در تاجیکستان کمتر به کار برده می شود برای محیط کشور موافق کردند و سبب مناسب نبودن بعضی از بطری‌های وارداتی از چین مردم در استفاده آنها به مشکل روبرو می شدند. متخصصان فرهنگستان علوم روز 12 مارس گفتند که ابزار نگهدارنده موازنت نیروی برق در بطری‌های آفتابی را خودشان ساختند که امکان می‌دهد روزانه نیروی برق کافی را در بطری‌ها حفظ کنند و شبانه بی مشکل برای چراغان کردن خانه‌هایشان استفاده برند. و تیم فوتبال روشن در دور دوم بازی‌های جام کنفدراسیون آسیا از دسته صفای لبنان با حساب 1-2 شکست خورد. بازی در میدان متالورگ شهر تورسونزاده صورت گرفت. عکس و ویدیوهای این بازی با اخبار بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.